سلام با همه محسن از دل و جانی ما تاجیکای دنیا. با این ماه بزرگ شریفی رمضان من شما را پیش از همه تبریک میگم. از درگاه الهی آرزو دارم که خداوند در این ماه همه گناه ما را ببخشه که بنده پرگناه هستیم و ان شاء الله الله مهربان بخشنده است. منم نیز از همه شما بخشش میپرسم، از همه چه در تاجیکستان، از برادرو و از همه اونها و ازبکستان، روسیه، امریکا، کانادا، همه که هستن من همه شما بخشش میپرسم. اگر مبادا که در شاید که در وقتهای عصبانی و در وقتهای جاهلی سخن ناجور از دهنی من برآمده باشه، از همه شما معذرت میخوام، مرا ببخشید. الله بخشنده است و به همه این معلوم است که خیلی روزا کم سخت است و انشاءالله که همش پشت سر می شود. خدا امید داریم و نیز ما هم در این زمان در مسکو کارانتین موندیم. از دوستایی که داشتم، من چند مدتی که من در روی صحنه نبودم، 6 سال راستی گپ در کوارتیران بودیم و دوستام خیلی سه دوست هست من تا 60,000 دلار که مرا کیدت کردن. خوب ترش هیچ گپ نیست، همش میگذره. انشاءالله من روزای نزدیک با همش خوب میشود، این کسلی هم پشت سر میشود این روزا همش انشاءالله. خدا قوت کرد ممنون الله. و من نیز در این کارانتین روز دیگه کم یک دو ماه پیش در صدمه دچار شده بودیم و دستمان شکسته بود. من اینجا و شست کمی هم سوز شده بود و باز کمکتر همین ما از خوش بیهوش شدیم، در روی بحنه افتیدیم. با هم دسته کمی شکست از هم جای برآمدگی است و این روزا میبینم که کارانتین است. بسیار برادر رو میگم که برادری که خدمتشون کردم امروز میگم که کمی هم یاردم کنین. من روز دیگه من هیچ جای بجو چی است چی ای خدا، من خدا از شما بجو کنم، از خدا بجو کرده میشه. دروغ بگم با شما پیش پروردگار دروغ کنده میشه. کمی از بعضی برادر کمک پرسیدم که من در یک اپریل 3 ماه 70,000 فتیستیم و تو بعد کارانتین انشاءالله که با مراکمون سر میشه با ما در خدمت نیست که یکم تاش کمی برادری که بودن و دستگیر کرده استم و رو از او رحمت ما هم وقت دعا شما میکنیم که خداوند نگهبان شما باشه. شهر من خیلی شهر بچهای نری تاجیک زیاد هستن، در تاجیکستان هم توای من هستن زیسه همه اینا که خدمتوی ما را کردن که هم از برای من دور شده که توجه من دور نشده برای من و دیگه برادر هستن که مثال همون خدمتو کردم. من انشاءالله هستم برادر ازبکستان، برادری که من دستگیری کردم. من همه شما میندارم و همون خواهش میکنیم که انشاءالله یک باره که دیگر کمکی به من کنین. من همون برادرایی گفتم که من مخلصایی دارم که هر یک مخلص من $1 مد اگر یاردم کنن من انشاءالله همه پلجینه میبرم. با من مهاجرانی که در اینجا هستن غریب هستن من انشاءالله که باید دستگیری میکنم. روز دیگه من از بانکم کمی هم پول موندگی امروز خبر آوردن که برای 3,000 خونه مرا فروختنی هستن. یکی التماس کردیم که کمی طاقت کنین، ما انشاءالله این مشکلات پس سر میشه میبریم. ما در خدمت شما هستیم. یک خیلی دوستای هستن که هیچ گپ نیست. من انشاءالله من مخصوصا من باوری دارم. من امروز در این کسلم 4 روز پیشیدم 5 روز پیشیدم من در خانه ما تبابت فرستادم. من راستی نکردم. من اینجا همه دورو من همه دورو خونیکی و این و یکی کپلوی که مونیم همش در خونه من راستی گفت توبت کردستم که بوم نرم که اون کسل دیگه بودن سالی بعد از اینو میگن که انشاءالله من شما مختصر همین بیزار که من گدوگین من میدونم کمی درد 24 می نویسین
مرحمت نویسین. من تاجیکم، من برای تاجیک جانم میتم. من نمیخواستم همه خیراستی گپ زنم، یکی کمی هم با من زور اومدم چی من مجبور شدم همین کارا کردم. یکی اگر هیچ گپ نیست دوستایی که من چند مدتی پلوی من برنگردون دستین، شاهدای من هست در تاجیکستان که من قرض داره. یکی انشاءالله خدا خواه من گفتم که فکری فرزندای مرا کنید، اقلا مرا $10,000 مرا رو یاردم کنید، من یکم مشکلی ندارم. دیگه من انشاءالله من این مشکل پسر میشه، من دلم صاف است، بخیلی ندارم، من کینه ندارم. من مخلصای عزیز جان دلی من به من هم بگی $1 من خواهش میکنم، من برقصد نمیکنم. تو مرد تو نومرد میفهمی انشاءالله که با من کی هستم. من شکسته باشم نه که ریختگی نیستم. خودت فهم برادر عزیز که این گپ ذات تعلق داره، لیکن برادرایی که من تاجیکستان همه شهر نره که یاردم کردن با انشاءالله من میکنن. من در اینجا کارتای من هست، من اینجا کارتای تاجیکستان، نمره تاجیکستان. از شما خواهش میکنم التماس برادرو صنعتکارو همتون بخشش من گپای زیادی اگر نسبت شما گفته باشم مرا ببخشید. من از شما معذرت عذر کلام میخوام، از ازبکستان، از روسیه، از کانادا، از همه امریکا، از همه جای گوشه دنیا، تاجیکستان، همه شما معذرت میخوام، منو ببخشید. التجا دارم، میدارم الله بخشنده است. من گناه دارم نزد شما، خطری کردگی است، منو ببخشید. من انشالله که با در خدمت شما است. زنده باشین. من انتظاری همه مخلصای شما، مخلصای خودم هستم که شما مرا دستگیری میکنین. لیکن تو برادر این روز مرا دستگیری نکردی، تلفنی منو نمیبرداری. خدا خواه انشالله با من با پیشت خبرگیری میبیام، با دستی پول میبیام انشالله. سلامت باشه، خدا نگهبانتون باشه. از این دیویانی من انتظار هستم، من کم کمک بکنم. خواهش دارم.